ببین کوچکترین تهدیدی رو اسکرین شات بگیرید، ضبط کنین و این فایل ها رو در اختیار دوستانتونم بذارین و بگین. ببین مسئله خیلی ساده است. اگه فکر کنیم ولش کن این مزخرف، این حالا سواد نداره، من مثلا آسمون رو شکافتم اومدم با سواد شدم، اینا فایده نداره. ببین از بی سوادا برای کشتن آدما استفاده میکنن، از آدمایی که هیجان دارن، هیچ نمیفهمن، دنبال شعارن. من فقط میخواستم اینو بگم، من ازتون خواهش میکنم مراقب جون خودتون باشید. خب چه سلطنت طلب، چه چپ، چه راست، چه بالا، چه پایین، چون من خودم به هیچ کدومشون اعتقاد ندارم، ولی هر کدومشون درست کار کنه اونا رو دوست دارم. خب بنابراین خواهش میکنم مراقب جون خودتون باشید اول از همه. این تهدیدا رو جدی بگیرین، این فوشا رو جدی، اینا الکی نیست. عکس بگیرین، اسکرین شات بگیرین. من که اسکرین شات از خیلی وقت میگیرم، رو فایلم میرم اینا رو جمع میکنم، بعد بلاک میکنم. نفهمی دیگران گناه من نیست.